محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد يا رسول الله، يا شفیع الله. پس ببینید دوستای من، امروز ما هم میتونیم که زمینه های خوب مهیا کنیم که مسابقه ما در راه عبادت باشه. چی میشه که یک مسابقه برای انداخته شود؟ پیامبر شناسی. ای جوانی که تو میخوایی که از تاریخچه های رقاصه ها و آوازخانه و بازنگرها آگاهی پیدا کنی و اونها در زندگیت الگو باشن، بدان که قرآن بیترین الگو در زندگی تو پیشکش کرده که وجود متعال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، برای کی؟ لمن کان یرجو الله. به تحقیق وجود متعال رسول نماد از همه خوبی ها، سعادتمندی ها، کامیابی ها، تعالی و رشد است. پس ما این وجود متعال که همه خوبی ها را داره و قرآن به ما الگو قلمداد میکنه، الله به ما الگو قلمداد میکنه، چطور به خدا اجازه بدیم یک رقاصه و بازنگری که اصلا اون انسان زندگیش با همه معصیت آثر و سامان یافته از اون مقلد شویم؟ از پوشاک از او تقلید کنیم، گفته عامیانه امروز از استایل از او تقلید کنیم؟ بیترین رهنمود، بیترین رهنما از وجود پیامبر تراوش میکنه، از اعمال و افعال و گفتار پیامبر تراوش میکنه، اما ما از محمد رسول الله دور مونده. مشکل اینجا است، چون سنت، رفتار و کارکرد پیامبر، حکمت‌هاش برای ما وضاحت دادن نشده. دور از وجود شما جوان ها باشه. البته علف ما اکثریت جوانانی است که در این جامعه زندگی میکنن. یکی از دانشمندها چیز میگه، ژورنالیست هایی که مسلمان هم نیست، میگه یک روز با یک ژورنالیستی که مسلمان است صحبت داشته، با هم گفتمان داشتن. در لابلای صحبت گفت شما که مسلمانین چرا اینقدر عقب مانده هستین؟ دست آورد علمی ندارین؟ این دیگه سکوت میکنه. بعد از سکوت میگه همین اسلام باعث عظیم شده که صد دیوار شود برای ما که به سوی تمدن حرکت کنیم، حالا که اسلام دینی تمدن است. یعنی ما پشت دین و قرآن و نماز و گوش مسجد رفتیم، از تمدن و کارکردهای دنیوی ماندیم. گفت اسلام براتون کی آورده؟ میشناسی؟ گفت پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. بعد از این میگه که بیام تا یک جایی میبرم، برای یکی از شفاخانه های مشهوری همون مملکت، در اونجا نوشته است که ای انسان در سرلوحه اون شفاخانه، اگر میخواین که صحتمند زندگی کنید، نفس خود را 30 حصه کنید. حصه ای را بخورید، حصه ای را بنوشید و حصه ای را گرسنه نگه دارید. بعد در پایان نوشته است که از سخنان محمد صلی الله علیه و سلم. گفت این خواندی؟ گفت بلی. گفت فهمیدی که سخن کیست؟ گفت جناب محمد رسول الله پیامبر ما است. گفت تو نه شناخت با اسلام و دینت داری، نه شناخت با پیامبر داری. 1400 سال قبل پیامبر سخنی را گفته که امروز ما او را معیار تجربه قرار داده رایستیم. پس هرگز این دین مانع تمدن نیست، بلکه تنبلی و کسالت شما مردم مبنی تمدن شده. متاسفانه امروز اینطور برداشت میشه که ما مسلمان شدیم وظیفه ما تنها نماز خواندن میشه، یا مسلمان شدیم یک نفر آمده برای من چی میگم، من میخوام همین دنیا را ترک کنم. جالب است، چند روز پیش، تقریبا 3-4 روز پیش، و من یک کمی کمک کن. خب گفتم چی میکنی؟ گفت یه خیمه میخرم. خب خیمه را چی میکنی؟ گفت میرم، گفت در فلان زیارت، فلان مقبره که از جمله اجداد شما هست، همونجا مجروان میشه. ما خب مجروان میگیم، در یک گوشه همونجا مجروان میشه برای از همه چیز دیر. گفتم به خدا قسم همین 1 روپم برات نمیتونم. و این کاری را که تو میکنی، گفتم
گفتم نه خدا را از خود راضی میسازی نه پیامبر خوشنود میشه. امت رسول الله وظیفه نداره که مجربان قبر آ باشه، پرستاری مردعا را کنه. گفتم تو اگر امت واقعی رسول الله هستی، گفتم از حول دست خود نان پیدا کن، بار دوش جامعه نشو، پرستاری و با خبری مردعا را نکن. او مردعا در خانه لحد معاملهشون با خدا است. تو که اونجا باشی هم تو اونجا نباشی در اون قبر او است. اگر او اهل صالح باشه، آدم نیک باشه، باغچه از باغچه های بهشت نظر به فرموده پیامبر مرقدش باشه، تو که اونجا نباشی اونم اونجا باغچه بهشت است. اگر خدای ناخواسته انسان جهنمی باشه، تو صبح تا دیگر اونجا باشی درد دوا نمیکنه. تو پرستاری از زنده ها بکو. امت رسول الله متوجه خود و دیگران باشه. امت رسول الله سعادتمندی خودش و دیگران در فکرش باشه. اگر میخواه که واقعا کنتم خیر امتن شود. پس متاسفانه امروز ما رسالت را نمیشناسیم، وظیفه را فراموش میکنیم، پشت کار میگردیم که به او کار خدا ما را نگماشته، به خاطر او کار تمام چیز را فراموش میکنیم. بعد میگیم که چی بدبختی است که دامنگیری مسلمان ها شده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی در عیب که است در مسلمانی ماست. اسلامی که عمر رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه اینها شناختن و در جامعه اون معیارهای اسلامی را عملی کردن، همون اسلام با اون برنامه ها در اختیار ما قرار داره. اما متاسفانه دیگه او برنامه ها به غلاف است، به پوش ها است. از او برنامه ها چیزی که این امت برداشت داره بوسیدن ها است. چی فکر میکنین شما جوانا؟ میشه که قرآن را ما صبح تا دیگر در صدد بوسه کردنش باشیم اما عمل به قرآن نکنیم؟ درد ما دوا میشه؟ میشه ما؟ نمیشه. بعضی جالب گپ ها را میشنویم تعداد از خواهرها و برادرای ما. خدایا ما به حضور تو نظر گرفتیم، اگر فلان کار و مشکل ما حل شوه، ما 3 دانه پوش در قرآن میگیرم، قرآن از 3 پوش دیگه هم میکنم، یعنی کاملا از قرآن خود را دور میسازم. اگر این مشکل ما حل کردی، باز میگه که یک 3 دانه پوش دیگه رنگش هم انتخاب میکنه، تکیش هم انتخاب میکنه، اینی پوشا را گرفته قرآن 1 تا پوش دیگه میکنم، اما تلویزیون خانه خود را یک لحظه هم خاموش نمیکنم. این نظری که ما میگیریم. یک روز یکی از دوستان قصه کرد، چند روز پیش بگویم دیگه، گفت فلانی را خداوند برش یک اولاد داده. خب خدا اولاد میده، اولاد میگیره، کار الله است. خیلی قصه جالبه کرد. گفت این نظر کرده بود، مطابق نظرش الله داد. چی نظر کرده بود؟ گفت خدایا، گفت اگر برای من اولاد دادی، گفت من خانم اما چیز کاش که یک بی سوادم باشه، خودش معلم هم است، گفته از دیدادی تا مزار به حضور حضرت سلطان اولیاء پایلوش میایم. این نظر شما ببینید، نه؟ برداشته بسیار نادرستی از دین ما. خداوند با وجود امی کار غلط الله به تو اولاد داره که تو هدایت شوی. گفتم باز چی کرد؟ گفت باور کو که یک صبح گفت خودش قسم میکنم، میگم تو پایلوچ از دیدادی حرکت کردیم تا حضرت علی کرم الله وجهه. گفتم به اون نفر بگو اولی که منعم نشناختی، اولاد الله میته، سلطان اولیاء اولاد نمیته. ما ایمان داریم، نه؟ ولی خدا برای ما نه اولاد میته نه اولاد از ما گرفته میتونه. این که میگم خدای به برکت فلان ولی مشکل ما حل بساز، این یک گپ علایده است. اما راستن ما بریم از حضرت علی اولاد بخوایم، واقعا عزیزای می شرک، این عبادت نیست. عبادت های غلط هم در جامعه ما را تباه میکنن. گفت پایلوش رفت، پایلوش آمد. ما گفتم مردم چی گفته؟ یک چیز خودش میگه که من دیوانه گفته. گفت راست گفته دیگه، مردم اولاد خدا داده، تو در سرک آب پایلوش بگرد، بلند شد 2 رکعت نماز به حضور الله بخوان، تشکر ای الله اولاد مرا سالم تربیت کن، هدایت بده، علی صالح تربیت کن. همین انسان خودش فکر کنه عزیزای من، یک چیزی را که یک کسی را ما کمک کنیم از دست ما بگیره روی خود را بگردانه، فلانیه که اونجا است که اصلا هیچ نفع و ضرر هم به ما نمیرسه، از او بگه تشکر از تو، کارتون نمیه. همین ناشکری نیست، چیست؟ عبادت های غلط هم ما متوجه باشیم. وقتی که عبادت میگیم، عبادت چند چیز را از ما میخواه. آگاهی از اون عبادت،
اخلاص بر اون عبادت، درست انجام دادن اون عبادت. نظر یک عبادت است، نظر یک عبادت است و در قرآن هم آمده زیباست که نظر بگیره خدایا اگر برای من اولاد اهل و صالحی عطا کردی که ندارم، من نظر میکنم که یک ماه متواتر دوشنبه و پنجشنبه که سنت رسول است روزه بگیرم. سبحان الله، نظر که عبادت است. یا یک فقیر طعام بتون، یک گوسفند را به نام تو ذبح کنم، گوشت به مساکین و فقرا بدیم. اما اینم عبادت میشه که اونجا برو اگر فلان کارم شد 7 دانه شمع سر مرقد فلان اولیای خدا در میتون، یعنی آتش پرستی را شورآور میسازم. زین سبب امروز ما میبینیم که عبادت های غلط و نادرست و ناصحیحی که در فرهنگ اسلام بنابر عدم آگاهی از عبادت مسلمانان رخنه پیدا کرده، او برای ما داره معیار شده.